سلام، آرتین رحیمی هستم. خیلی خوشحالم که تو این سری از ویدیو آموزشی همراه من هستین. تمام سعی من برای اینکه تو این سری از ویدیوها تمام تجارب 23 سالم تو ورزش حرفه‌ای و تجربه 10 سالم تو مربیگری تخصصی رو به صورت مفید و کاربردی به شما ارائه بدم. تو این فصل از مهارت‌های فردی و نمایشی با توپ سعی برای اینکه تمام حرکات پایه فوتبال نمایشی و فوتبال خیابانی رو به صورت اصولی به شما آموزش بدم. یکی از ویژگی‌های این دوره اینه که مهمترین حرکات پایه فوتبال نمایشی و فوتبال خیابانی رو بتونین از صفر به صورت اصولی یاد بگیرین، اجرا بکنین و در نهایت تمام این حرکات رو با هم ترکیب بکنین. توی این قسمت میخوام حرکت روپایی رو بهتون آموزش بدم. روپایی یکی از پایه‌ترین حرکات فوتبال نمایشیه که باعث میشه عصب عضلاتتون هم هماهنگ بشه با مغزتون و کلاً یادگیری باقی حرکات فوتبال نمایشی براتون راحت‌تر بشه. نکته که داره، روپایی رو خیلی سریع یاد میگیرین چون واقعا اصول خاصی به اون صورت نداره، ولی اجراش، یعنی بخواید مثلا به اون مهارت برسین که مثلا بتونید تعداد بالا روپایی بزنید، یکم زمان بره که حالا برای تمرین بهتون آخر این جلسه من چند تا نکته رو بهتون میگم. مهمترین نکته برای زدن روپایی اول فرم بدنیتونه. باید ببینید اگر میخواین روپایی بزنین فرم بدنیتون باید به چه حالتی باشه. یکی از مهمترین نکاتش چند تا نکته داره. یکی از مهمترین نکاتش اینه که یکم باید حالت خمیده رو به جلو باشین. چرا؟ چون تسلطتون روی توپ بیشتر میشه و دیدتون هم بهتر میشه. پس این نکته رو فراموش نکنین. حتما باید یکم خمیده باشه. حالا نمیخوام اینطوری در این حد تا بشین. یکم خم باشین که این فرم بدنتون تو این حالت باشه. و وقتی که تو این حالت باشین دیگه توپتون جلو نمیره خودتون برین عقب. چون اگر صاف وایسین رو پای بزنین معمولا توپتون میره جلو و خودتون هم میرین عقب، یعنی فاصله میگیرین. پس این نکته رو فراموش نکنید. به عنوان نکته اول یکم خم باشین. نکته بعدی قبل از اینکه روپایی رو بزنیم راجع به استایل یا شکل بدنی، به جز خم شدن، فرم دستاست. خیلی‌ها فکر میکنن چون دارن روپایی میزنن فقط پاهاشون درگیره و دستا دیگه اهمیتی نداره، در صورتی که اشتباهه. دستا توی زدن روپایی یکم باید سفت باشه، فقط همین. حالا نمیخواد در فرم خاصی بگیره، فقط یکم سفت، یعنی شل نباشه. چون کسی که داره روپایی میزنه اینجوری دستا شله، این بی‌تعادلی از دستا انتقال پیدا میکنه تو توپ و باعث بشه که یا راه بره یا مثلا توپش خراب بشه. پس نکته دوم اینه که یکم که خم شده، نکته دومی که یکم دستاتون سفت باشه. حالا ما به بچه‌ها میگیم کل بدنتون یکم سفت نگه دارین که زیاد تحرک نداشه، زیاد جابجا نشی، ولی دستا خیلی مهمه. خب حالا نکته بعدی، ما برای زدن روپایی باید ببینیم با کجای پامون می‌خوایم ضربه بزنیم. خب اسمش روشه، روپایی. یعنی از قسمت نوک پا تا این قسمتی که بندای کفش در اومده، روی پا رو ما اگه در نظر بگیریم، دقیقاً این روی پا باید بخوره به مرکز توپ. ببین خیلی ساده است. جاذبه زمین داره توپو میکشه پایین. تنها کاری که باید بکنین شما پاتون رو ببرین زیر توپ و مرکز توپو یه ضربه بزنی. به همین سادگی. اگر پاتون به زیر توپ بره ولی به گوشه توپ بخوره، خب قاعدتاً توپتون کج میشه. پس نکته سوم اینه که کدوم نقطه پاتون به کدوم نقطه توپ بخوره. مرکز روی پاتون، یعنی از نوک پا تا بند کفش، این 5 تا انگشت پاتون باید توپو حس بکنه. دقیقاً باید سعی کنید به مرکز توپ بخوره. خب چرا؟ چون اگر به گوشا و هر قسمت دیگه بخوره، توپ زاویه‌های مختلف میگیره. پس حالا ما این کارو می‌خوایم با هم انجام بدیم. برای تمرینش چطوریه؟ خیلی ساده بهتون بگم. به این صورتی که شما اول فرمتون رو میگیرین، یکم خم، یکم دستا سفت، توپو روبروی بدنتون نگه می‌دارین. سعی کنین نزدیک باشه، مثلا یه فاصله یه وجبی تقریبا. توپو اینجوری نگه ندارین. من خیلی بچه‌ها می‌بینم میخوان روپایی بزنن، اینطوری روپایی میزنن. پس ببینید فرم دستامو یکم جمع میشه. این آرنج هم می‌بینید کنار پهلومه. یکم جمع. تو این فاصله نزدیکای شکم، اینجوری نزدیک صورتتون نگه نداری. توپو فقط ول کنین بچه‌ها. توپو پرت نکنین بالا. توپو فقط ول بکنین. زمانی که ول کردین بزنین توپ به پایین‌ترین نقطه برسه و با روی پاتون یه ضربه بزنین. این ضربه که می‌خواید شوت بکنید تو آسمون، همون شکله، فقط یواشتر. پس بذارین توپ به پایین‌ترین نقطه برسه. اگر بالا باشه این حرکت اشتباه، زانوتون رو نباید بیارین بالا. من یه بار انجام میدم، نگاه کنین. توپو نگه می‌دارم پایین، یه ضربه میزنم، دوباره بعد بیاد تو دستم. پس اگر بالا ضربه بزنم چطوری میشه؟ اینطوری میشه. این اشتباهه. اگر اصولی کار نکنین شاید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بزنی، یه بارم شاید 10 تا شانسی بزنی، ولی هیچ موقع نمیتونین راحت برای خودتون عددهای بالا 100 تا 200 تا 1000 تا بزنین رو پایی. خب پس توپ نزدیک بدنم جوری ول میکنم که وقتی که به پایین ترین نقطه رسید با روی پام یه ضربه
جوری باید بزنید که تا دستتون بیاد. این قدرت پاتون خیلی مهمه. توپو شوت نکنی اینطوری بالا، این اشتباهه. خیلی از بچه‌ها دارن تمرین میکنن همش دارن شوت میکنن. ببین من یه دونه ازتون رو پای میخوام. روبروتون قرار میدین، یه ضربه بیاد تو دستتون. تمام، به همین راحتی همتون میتونید راحت انجام بدین. اگر خم باشین و توپو فقط ول بکنین و یه ضربه، تمام. این کارو هی تکرار بکنین. ببینید چقدر راحته. جوری میزنم تا تو دستم بیاد. شلتر بزنین به دستتون نمیرسه. محکمم بزنین از دستتون رد بشه، اونم به درد نمیخوره. ببینید بچه‌ها، روپایی من اول ویدیو بهتون گفتم اصولش خیلی مختصر مفیده، خب خیلی کوتاست، ولی اگر یاد بگیرین تا آخر عمرتون میتونین اصلا تعداد بالا روپایی بزنین. انا اکثرتون شاید روپایی هم حتی بلد باشین، بیاین مثلا 10 تا 20 تا روپایی هم بزنین، خب ولی چون اصولی بلد نیستین یه بار میگیره یه بار نمیگیره. پس همین 2-3 تا نکته رو رعایت بکنید تمام روپاییتون راحت به صورت آب خوردن تعداد بالا اصلا بهتون فشارم نمیاد. مرور میکنیم با هم، یکم خم، دستا و بدن سفت، مچ پاتون هم سفت نگه دارین. این نکته خیلی مهمیه. اگه مچ پا شل باشه اولین ایرادی که میخوره توپ به پای شما ضربه میخوره. پس مچ پا سفت تو این حالت باید باشه. اگر تو این حالت خیلی نوک پاتون رو به سمت خودتون بگیرین نکن، توپ میاد تو شکمتون. اگر توپ داره میاد تو شکمتون به خاطر اینکه نوک پاتون خیلی اینطوریه. اگر توپ خیلی میره جلو به خاطر اینکه نوک پاتون خیلی بازه. پس باید اینو 2-3 بار بزنید بیاد دستتون. نوک پاتون تو این حالت جوری باید بزنید بیاد تو دستتون. این با آزمون و خطا به دست میاد. یه چند بار بزنین ببینیم فرم مچ پاتون تو چه حالتی باشه که توپتون صاف بیاد بالا، به سمت شکمتون نیاد، به سمت دلتون نیاد یا روبرو نره. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ وقتی که شروع کردیم به تمرین به این صورت یه ضربه میزنیم با دست میگیریم، دوباره این کارو انجام میدیم. حتی اگه براتون آب خوردنم شد این کارو حداقل باید 30 تا 50 بار انجام بدین. حتی اگر روپایی هم تک و توک بلدین ولی باید 30 تا 50 بار فقط با راستتون یا پای تخصصیتون بزنین با دست بگیرین. اگر 2 تا 3 تا زدین خوبه، حالا من برم حالا 2 تا اینطوری بزنم، این اشتباهه. یعنی باور کنین نتیجه نمیگیرین. این روندیه که من میگم سعی بکنین انجام بدین، توی 2-3 روز روپایتون به درجه خیلی بالا میرسه. چرا؟ چون توی این چندین ساله من شاگردای مختلفی داشتم با آمادگی بدنی بالا، با آمادگی بدنی پایین، با هوش بالا، با هوش پایین. هر کدومشون رو من باهاشون کار کردم. کسایی که واقعا کاری که من انجام دادم بعد 2-3 جلسه تونستن روپایی تعداد بالا بزنن. بعد از اینکه 30-40 تا 50 تا با پای تخصصیتون زدین، حالا میای با پای غیر تخصصی دوباره همین کارو میکنی، با دست میگیرین. نکنین مچ پا صفر جوری بعد بزنین بیاد تو دستتون. اینم انجام میدین. ببین کل این 30 تا 50 تا 2 دقیقه هم بیشتر نمیشه. پس 2 دقیقه این کاری که من میگم انجام بدین. وقتی که 30 تا 50 تا پای راست رو زدین و همین کارم با پای چپ انجام دادین، تمرین بعدتون اینه. یه دونه که با پای راست میزنین دیگه اینجا که رسید دیگه با دست نمیگیرینش، مکس میکنین بزنین تو بره پایین. دومی با پای چپ میزنین. حالا اونا که پا راستن با پا راست شروع کنن، اونا که پا چپن با پا چپ. نگاه کنین من یه دونه میزنم، دومی هم میزنم. جوری توپتون رو بزنین بیاد بالا که تا حدودای زانوتون یکم بالاتر بیاد، کمتر نباشه بیشتر هم نباشه. ببینید اینا شاید بشه روپایی زد ولی کارتون سخت میشه. خیلی هم اگر ریز بزنی این هم باعث میشه که سریع بزنی و خراب بشه روپاییتون، خسته میشی. پس توپ رو روبروی بدنتون نگه میدونین، 2 تا بیشتر نمیزنین. دقت بکنین حتی اگر توان اینو دارین که 3 تا 4 تا 5 تا هم بزنین 2 تا بیشتر نمیزنین. توپ روبروی بدن 1 2 با دست بگیر، دوباره 1 2 با دست بگیر. سعی بکنین توپتون صاف بیاد بالا که زیاد تکون نخورین از جاتون، یعنی یه نقطه رو در نظر بگیرین. من یه نکته بگم، همیشه به بچه‌ها تو کلاسامون بهشون میگم، دارن روپایی میزنن مثلا بعضی خب پیش میاد توپشون میخوره زمین میرفته مثلا این ور اون ور، بعد بعضی میرفتن از همونجا توپشون رو برداشتن دوباره روپایی. این اشتباهه. هر جا تو تمرین توپتون افتاد توپتون رو وردارین دوباره بیاین سر جای اولتون. میخوام مغزتون یاد بگیره که در جا زدن رو یاد بگیرین. بعضیا روپایی میزنن راه میرن برای خودشون و این ایرادی که از روز اول یاد گرفتن. حالا پس ما میایم سریع خلاصه خم رو به جلو 1 2 با دست میگیریم 1 2. این کارم 30-40 تا انجام بدین. وقتی که این کارا براتون بعد از 30-40 تا راحت شد 2-3 دقیقه تمرین کردی، حالا بریم بکنید 3 تا، یه دونه اضافه میکنید، 2 تا 3 تا اضافه کنید. بکن 1 2 3
با دست میگیرم، 1 2 3 با دست میگیرم. دونه دونه بهش اضافه کنین، یعنی تا زمانی که به تسلط 100% نرسین، تا زمانی که اون تعداد حداقل 50 تا رو نزدین نرین واسه بعدی. و یادتون باشه روپایی و دونه دونه بعد کار بکنین، رکورد سعی کنین بزنید. یه نکته خیلی مهم اینه که شما برای شروع حتما سعی کنید با دست شروع بکنین، یعنی توپتون رو زمین نباشه اینجوری سعی کنید بلند کنین بعد این کاری که من بهتون گفتم انجام بدین. اصلا این کارو نکنین. بعضیاتون یه ذره عجله دارین تو یادگیری و میخواین اون چیزایی که از قبلا بلد بودین و دوباره تکرار بکنین. همه اونا رو بریزین دور. کاری که من میگم انجام بدین، این کاری که من میگم اگر از اول با من باشین تو 2-3 جلسه کامل رو پایتون در میاد، یعنی کامل رو پایتون حرفه‌ای میشه. حتی اگه روپایی بلدین حداقل اصولی میشه. پس تحت هیچ عنوانی مخصوصا جلسه اول و دوم با پا شروع نکنین، حتی اگر بلدین. خب پس با دست این کار رو شروع میکنین و سعی کنین تمام اون اصولی که یاد گرفتین مرحله به مرحله انجام بدین و در نهایت با دست توپو ول کنین و سعی کنین برای خودتون حالا دیگه رکورد بزنین. مثلا دارم میزنم، مثلا میشه 6 تا 7 تا میخوره زمین، الان رکوردم شد 7. من حالا سری بعدی بعد 8 تا رو بزنم با تمام وجود، دوباره اصول رو رعایت بکنم. اگر من توپم میخوره زمین مطمئن باشین یه جای کارم داره میلنگه، یا خم نیستم یا بدنم شله یا مچ پام شله یا زیر توپ مرکزش نمیزنم. تمام اینا که اصول خیلی ساده است، اگر همه رو با هم انجام بدین اصلا امکان نداره توپتون بخوره زمین. پس من حالا سعی میکنم اصول رو رعایت بکنم، تمام اونا رو با هم مرور کنم و حالا شروع کنم به تمرین. تمرینم اینه که در نهایت همه اونا رو که زدم حالا رکورد، فقط رو پای تمرینش رکورد زنیه. یعنی مثلا من سعی کنم یا کنی 1 2 3 4 5 6 یه دفعه میخوره زمین، حالا این سری سعی کنم 7 تا رو بزنم. یه نکته باشه تو ذهنتون، همیشه توی زدن روپایی سعی بکنین فکرتون روی این باشه که در جا بزنین. این از روز اول اگه یاد بگیرین دیگه میبینید در جا روپایی میزنین، دیگه راه نمیرین. پس کافیه اگر توی این فکرتون این باشه که در جا بزنین، تمام فکر و ذکرتون این میشه که دیگه به توپ زیر مرکز توپ ضربه بزنین که توپتون صاف بیاد بالا. کج بزنین توپتون میره اینور، سری بعدی بعد برین اینور، هی دور خودتون میچرخین. و وقتی که تمام فکر و ذکرتون میشه در جا باشه، ضرباتتون صاف میشه. نکنین 1 2 3 4 5 6 ببینید تا حدودای زانو. حالا میتونم یه ذره بیاد بالاتر، یکم راحت تر باشه، ولی این اشتباهه. یه اشتباهه. نهایت تا این ارتفاع نهایت. ولی من که مثلا یکم رو پایین بهتره، بکنید تا زانوم بیشتر بالا نمیاد. دستام هم سفته، سعی میکنم ببین الان یکی زدم راست، یکی زدم چپ، به مرور توپم خراب میشه. چرا؟ چون به مرکزش نزدم. خب تمام نکاتش همین بود، با هم مرور میکنیم سریع. 1 خم، یکم رو به جلو. 2 دستا سفت. 3 مچ پاتون هم سفت نگه دارین، زیاد نوک پاتون به سمت خودتون نباشه، زیادم باز نباشه. اینو 2-3 بار که بزنید میاد دستتون. بعد شروع بکنید توپ نزدیک بدن، توپو فقط ول بکنید از دو طرف، پرتش نکنین بالا. زمانی که ول شد بذارین به پایین ترین نقطه برسه و بعد ضربه بزنین. اینطوری پاتون رو نیارین بالا و همین راحتی. جوری هم ضربه بزنین که تا تو دستتون برسه. 30 تا 50 بار این کار رو با پای راست و با پای چپ انجام میدین و بعد میرین تمرین بعدی. تمرین بعدی یعنی همین کار رو با 2 پا میزنی، بعد با دست میگیری، 2 تا هم بیشتر نمیزنی. 30 تا 50 بار اینم انجام میدی، بعد میری تمرین بعدی 3 تا میشه 1 2 3. اینم به همون تعداد که رسیدی، بعد از این میتونی حالا بری واسه 4 و 5 و اینا دیگه رکورد زنی رو شروع بکنی. تمام نکاتش همین بود. میگم اصولش خیلی ساده است، یادگیریش خیلی سریعه، ولی اینکه به مهارت برسی و اینکه مثلا از روز اول بخوای مثلا به عدد 100 تا 200 تا 300 تا برسی، این یکم زمان میبره. برعکس حرکات دیگه تو فوتبال نمایشی که لول‌های بالاترش شاید یادگیری سخت‌تر باشه ولی به مهارت رسیدنش نسبتاً آسونه، ولی رو پای برعکسه. همین الان شما یاد گرفتین اصولشو، ولی میری میزنی میبینی 2 تا بیشتر نمیزنی، 3 تا بیشتر نمیزنی، بعد ناامید میشی. پس اصلا ناامید نشین، صبر بکنید. 2 جلسه 3 جلسه، هر جلسه نیم ساعت 40 دقیقه هم بیشتر نمیخواد کار بکنید رو پایی. باور کنین بعد از 3 تا 1 هفته حد اکثر روزی نیم ساعت تا 40 دقیقه مفید رو پایی بزنین، مطمئن باشین رو پاییتون اگر ضعیف باشه به درجه متوسط به بالا میرسه، اگر هم درجه متوسط باشه به درجه عالی میرسه. این رو پایی رو حتما کار بکنین، حتما یاد بگیرین. چرا؟
چون اگر روپایتون خوب باشه تمام حرکات بعدی رو خیلی سریع یاد میگیرین، عصب عضلاتتون هماهنگ میشه و حتی توی فوتبال هم به کارتون میاد. نه اینکه خود روپایی بتونید توی فوتبال بزنید، نه اصلا کاربردی توی فوتبال نیست روپایی، ولی به دلیل اینکه بدنتون ریتم پیدا کرده، عصب عضلاتتون با مغزتون هماهنگ شده، توی فوتبال بدنتون تمپو داره، یعنی ریتم داره. پس این روپایی هم خیلی مهمه. حتی اگر فوتبال نمایشی نمیخوای حرفه‌ای کار بکنی و فوتبال میخوای کار بکنی، در کنار فوتبال حداقل یه فوتبالیست باید حداقل 50 60 تا روپایی بزنه، حداقلش دارم میگم. کسی که علاقه نداره، کسی که علاقه داره اصلا بدون اینکه گرم بکنه هر چند تا بخواد میتونه بزنه، چون تمرین زیادی کرده. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. هر سوالی داشتی میتونید از بچهای پشتیبانی ما بپرسین. منتظر قسمت بعدی ما باشین. میبینمتون.